هایپر آلدوسترونیسم اولیه یا سندروم کان معمولاً به علت یک آدنوم منفرد آدرنال ایجاد میشه، ولی هایپرپلازی دو طرفه آدرنال و کنسر آدرنال هم میتونه عامل ایجاد این بیماری باشه. پاتوفیزیولوژیش به علت در واقع ترشح بیش از حد آلدوسترون ایجاد میشه که باعث احتباس نمک یعنی سدیم، افزایش سدیم خون و افزایش فشار خون و از اون طرف به علت دفع زیاد پتاسیم باعث کاهش پتاسیم میشه. ولی نکته ای که داره اینه که مستقل از سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون یا سیستم راس. علامه بالینیش هایپرتنشن، در بعضی موارد میتونه مقاوم باشه. نشانه های ترسو و شوستک که به علت آلکالوز متابولیک و کاهش کلسیم آزاد ایجاد میشن، چون همزمان با پتاسیم هیدروژن هم از کلیه ها دفع میشه و آلکالوز متابولیک ایجاد میشه. همچنین ضعف عضلانی، پلیوری، پلیدیپسی، پارستزی، تتانی به علت هایپوکالمی ایجاد میشه. در آزمایشات افزایش آلدوسترون بیش از 15 نانوگرم پر دسیلیتر و همچنین کاهش رنین یعنی نسبت آلدوسترون به رنین پلاسما بیش از 20. واحدهاشون باید مشابه باشه، یعنی نانوگرم پر دسیلیتر. برای هر دو این نسبت بیشتر از 20 میشه تو این مورد. همچنین افزایش سدیم، کاهش پتاسیم، آلکالوز متابولیک در ABG. از MRI یا CT اسکن شکم میشه برای تشخیص استفاده کرد. اولین اقدام برای تشخیص اینه که دیورتیک قطع بشه، نمک به مقدار کافی مصرف بشه و بعد هایپوکالمی همراه هایپرتنشن تایید بشه. برای درمان اگر علت آدنوم منفرد باشه، آدرنالکتومی یک طرفه انجام میشه. در موارد هایپرپلازی دو طرفه آدرنال آنتاگونیست های گیرنده آلدوسترون تجویز میشه، یعنی اسپیرونولاکتون یا اپلرانون. این دو دارو یعنی اسپیرونولاکتون و اپلرانون دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم هستند. هایپر آلدوسترونیسم ثانویه به علت تولید آلدوسترون با فعال شدن بیش از حد سیستم راس ایجاد میشه، یعنی رنین زیاده، باعث افزایش آنژیوتانسین 2 و در نتیجه افزایش آلدوسترون میشه. برعکس هایپر آلدوسترونیسم اولیه، در نوع ثانویه وابسته به سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترونه. معمولا به علت تنگی شریان کلیوی ایجاد میشه، ولی بیماری های زمینه CKD، CHF و سیروز هم میتونن باعث ایجاد این بیماری بشن. علامه بالینیش هایپرتنشنه که معمولا مقاومه. علامه هایپوکالمی داره، ضعف خستگی، ضعف عضلانی، سردرد، پلیوری، پلیدیپسی.
اندازه‌گیری نسبت آلدوسترون به رنین میتونه برای تشخیص کمک کننده باشه که در این مورد کمتر از 20 و معمولا کمتر از 10 این نسبت. برای هایپر آلدوسترونیسم ثانویه برعکس نوع اولیه زیر 20. میتونیم برای تعیین تنگی شریان کلیوی از سونوگرافی داپلر استفاده کنیم. همچنین سدیم، پتاسیم و ABG باید چک بشن. برای درمان در صورتی که علت تنگی شریان کلیه باشه میشه از استنت گذاری یا جراحی استفاده کرد و برای بیماری های زمینی CHF یا سیروز میشه از دیورتیک برای کنترل مایعات استفاده کرد.